ادامه تمرینات بداهه نوازی ساده. تو این ویدیو یه دونه دیگه سگا میزنیم، چون تا ویدیو قبل سگا توضیح دادم خدمتتون. و اینکه عرض کرده بودم که این ویدیوها مخصوص اون دسته از عزیزانی هست که ردیف‌های اول استاد سوار رو اجرا کردن، فیلمایی که گذاشتم رو دیدن و تمرین کردن و الان یه سری بداهه نوازی تمرین ساده با هم انجام میدیم. سگاه فا هست که کوکمون هست می لا ره فا سوری. فا سوری و سی کرون سرکلید اون هست. لا ره فا سوری. زدیم ره ره فا می ره فا بم فا. بم این که عرض کنم خدمتتون هم منظور سیم چهارم هست. ره ره فا می ره فا بم فا فا می ره فا بم فا. فا می ره فا می ره فا می ره فا می ره سول فا می ره ره می می فا فا سول سول لا لا سول لا فا سول لا سول لا فا سول لا سول سول فا سول فا می ره لا سول سول فا فا می فا. آرشه گیر کرد به سیم، عذرخواهی میکنم. از نوت سول شروع میشه سول لا سی لا سول لا سی لا. چون دوست ندارم بین ویدیو کات بدم، حالا ایرادی بوده که به وجود اومده، دوست دارم حالت طبیعی خودش باشه. اون تیکه رو میتونستم در بیارم ولی دوست ندارم حالت طبیعی باشه. خب بعضی وقتا ممکنه که گیر کنه، نباید این اتفاق بیفته، عذرخواهی میکنم بابتش، ولی چون هی توضیح میدم وای میسم این اتفاقات ممکنه بیفته. امیدوارم که ببخشید. و اینکه حالا آرشایی که توضیح میدم چون هی میگم ایست میکنم برای شما توضیح میدم، ممکنه با اون چیزی که پشت سر هم میزنم یکی نباشه. از سول شروع میکنیم. سول لا سی لا سول لا سی لا دو سی لا بم فا لا سی دو سی لا سی دو سی لا سی دو دو ره سی سول لا سی لا سول لا سی سی دو لا دو ره سی دو ره با یارش دو ره سی سی دو لا سی دو هم با یارش دو ره با یارش سی سی دو با یارش لا دو ره سی سی دو لا دو ره سی سی دو لا سی لا سی لا سول فا لا بم لا سی لا سول فا سول فا می فا. از ره شروع میکنیم. ره می فا سول لا سی دو ره می فا سول لا فا سول لا سول فا لا سول فا می سول فا فا لا سول می سول فا سول فا می ره ره دو سی لا سی لا دو سی لا سول لا سول سی لا سول فا ره می رو می تریل ره می ره سول فا می فا فا سول می فا ره فا. این میشه دیگه خیلی کوتاه ساده برای سگاه. و اینکه حالا خودتون اگه خواستین میتونید چیزایی بهش اضافه کنید یا اونجایی که دوست دارین رو توش حذف کنید. و در نهایت اگر که دوست داشتین میتونید فیلماتون رو برای ما بفرستین، ما هم گوش کنیم، ببینیم، کیف کنیم. خسته اون در هیچ هدفی جز کمک کردن و خدمت کوچیکی کردن به شما عزیزان
وجود نداره پشت هیچ کدوم از این فیلم ها. اگر که کمی کاستی هست ببخشید و امیدوارم که تونسته باشیم به هدفمون برسیم. اگر که سوالی یادی بود باشون میگیرید من اول ویدیو که موبایل خودم 912 21 67 تماس بگیرید با کمال میل در خدمت شما خواهم.